امروز در عرفه تجلیل 101 سالگی استقلال افغانستان شهر کوبول مورد حمله موشکی قرار گرفت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید موشک‌ها از بالای 2 ماشین از سمت شرق و شمال پایتخت افغانستان پرتاب شده بودند. گفته می شود که بیش از 10 موشک پرتاب شده، کمش 10 کس جراحت برداشتند. اینجا یک سراچه آمد، یا نفهمیدم با جان نفهمیدم. 3-4 در مزال شارت کرد. اینجا خانه خورده، مردم بیچاره چی کنم؟ از امنیت همین میخوایم یک مسلمان آزاد چی کنه؟ باید امنیت گرفته شود. به قول خبرنگاری ریترز، موشک‌ها در نزدیکی سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتی به زمین برخوردند. در پی حمله یگان گروه مسئولیت آن را بر دوش نگرفت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفته است که درباره حمله خبر ندارد. در گذشته سازمان‌های همپیمانی گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی جشن روزی استقلال افغانستان را با مشکباران خلالدار کرده بودند.